الان حرکتای من دلم میتونم بگیرم. فکر نکن. این منو نابود کرده اینجا. بهترین شکل ممکن اتفاقا کارا رو انجام چندم میدم. جان مادرت این لیوانه آشغاله بچا، زرت و زرتش کنه. چندمین لیوانی کشیدی اون سری هم. خودش احترام. اون سری سومین لیوانی. حالا شانس ما مرسای دست ما میشکنه. چرا من نمیشکونم؟ تو از ظرف میشوری. زخمه نوشابه بخور بریم. برنده ایتالیا که الان داره به فاک میره. زدی 3 تا شکوندی. من و محمد تا حالا نشکوندی. این که اصلا دست به سیاسفید نمیزنه. حالا محمد به دست به سیاسفید نمیزنه. من خر، من گاو، مگه حالا ظرف سرم شکست دیگه. دوستان نتیجه گیری رو داشتی؟ بیا پیتزامون رو کوب کنیم. آره دست و بارمون میشکنه. من برم یه لیوان دیگه بیارم. واقعا خاک تو سرت کنم. ببینید بچه‌ها به خاطر یک لیوان با من چه برخوردی میکنه. برو تو اگه سر اون 2 تا لیوانم اینجوری باید محمد درک میکنه واقعا. اصلا بچه‌ها اینا منو اذیت میکنن. حق دارن. واقعا دقیقاً جلو دوربین داره میافته. بدبخت مظلوم اینجا نشستم میگه جنسش لقمیه. می‌خواستم یه حرکت زیبا تو بزنم. گوه خوردی. برای بچه‌ها این حرکت زیبا رو بزنم نتونستم. فدا سرخور. برو گوه نخور. خورده شیشه‌اشو میکنم. چیه؟ لیوانایی که شیکوندی رو دارم. دهنت سرویس. شخور یه لیوانا رو نگه می‌داره مثلا به آدم میگه اینا رو تو شیکوندی. نه خیر نه. من بازیافت نگه می‌دارم. اینا رو کنید. این یه دونش لیوان که اینجاش ترک خورده. خب 2 ماه پیش نگه داشتی؟ میشکونی گفتم این کامل پرشه.